خواستم بگویید که ایجادکار یعنی برای چی ایجاد میکند، برای چی مینویسد یا میکشد، یا اینکه رسالت ایجادکار چی باشد؟ این سوال بسیار دشوار است دارد. برای اینکه من که 10 سالها باز با ایجاد مشغولم، از سن 13 14 سالم همیشه میکنم انیخ کنم برای چی میاد، برای چی ایجاد میکنم. لیکن من با دو سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش برای چی ایجاد میکنم و برای چی دوست میدارم. ممکن یک بانوی نازنین از یک بانوی که ممکن از بانوهای دیگر فرق دارد، حتی کاستگی دارد، حتی افضلیت دارد و مانند این، لیکن رو دوست میدارم. لیکن نمیدونم برای چی دوست میدارم. مثل اون که محبت نمیفهمید برای چی دوست میدارم. بله. همین ایجادم محبت است. درست است. نمیفهمید لیکن دوست میدارد، در اون رو هم خودتون عمرتون شب و روزتون فدا کردن میخواهید. یعنی باز میگویند که اگر تو انسان در زندگی سختی رو نبیند و چیز میسر نمیشود، یا که تو سختی رو نبینی بهبودی رو نمیبینی. شما چه اندیشه دارید؟ بسیار عجیب افتاد. همین ایجاد و عشق هم سختی های بسیار خیلی مربوط است. اگر عشق ملایمه که سبوکه که نیست، همه عشق ها سختی ها دارد. ایجاد هم همین خیلی سختی های بسیار دارد. شاید از عشق هم سخت‌تر است، برای اینکه این ایجاد نه تنها عشق زمینی با آسمان آمیخته‌اند. لیکن من همین سختی ها با شکر میگم. هر چی که سختی که اثر عاشق میگذره، اثر ایجادگر میگذره، من شکر میگم. برای چی؟ اگر هم سختی ها نمی بود، ما بسیار سستک و فلستک کشاله لاده میموندیم. همین سختی ها ما رو سخت میکنه، ما رو مستحکم میکنه، ما رو قوی میکنه. چون که آهن نه از سنگ با واسطه آتش بزرگ میآفرند و با میگیرن در اون آب میزنن، در اون باز سنگ دام میزنن، با آهنگور میزنن دیگه که او قوی‌تر، سخت‌تر و گیراتر و کارشویان‌تر شود. اورا افتون افتونم آخی برای چی؟ برای چی؟ برای که مزن و کودک دارم. او فهمن چی میگن. اگر هم قشلاقی ها فهمن چی؟ آخی در قشلاق یگان زنی به شوهر تا امروز کودک نکرده است. تا جای ما درک داریم، یعنی شاید که این هنر باشد یا این کسب باشد از بیبیتان میراث مانده باشد به شما، زیرا که بیبیتان یعنی افسانه‌گوی بودن. درست است؟ بله، هم بیبیم افسانه‌گوی بودن، هم مادرم بسیار افسانه‌گوی ماهر بودن. در وادی در ولایت ختلان که ما اونجا زندگی کردیم، بعد در سمرقند پنجکین اون کس رو بیبی افسانه میگفتن. مادر من هم زورا نام داشتن، لیکن مردم نامشون رو فراموش کردن، بیبی افسانه میگفتن. و شاید که تاثیر همون کس بود که در وجود من همین افسانه گفتن. برای من حتی فیلم دارم با افسانه زندگی. بله درست است. کتاب دارم که درونش افسانه مهتابی، افسانه محبت. همین افسانه بسیار دوست می‌دارم. شاید برای اینکه خودم زاده افسانه ها هستم. لیکن با هم سختی ها گفتید و افسانه گفتید، مادرم گفت می‌سودن میگفتن که بچه جون همین کسب رفتی، میدونم آسان نیست. لیکن میدونی چی؟ اگر همه آب‌های دنیا، اکیان 70% دنیا چی است؟ آب است. اگر همون رنگ کنی و وقتا ولی این خیلی روشکایی وای نبود. وای چرنیل میگفتن رنگ ها بودن. اما روش کلکی عادی و رنگ بود. وقتی اگر همون رنگ کنی و ترک نویسی، سرگذشت آدمای روی دنیا همیشه گفتن نمیتونی، با نگفته میمونه. برای اینکه هر یک انسان صدها سرگذشت دارد. هر یک انسان در با یک انسان پارچه‌های گوناگون حیاتش ده‌ها قصه و ده‌ها افسانه و ده‌ها روایت و ده‌ها چیزای آفریدن ممکن است که او پر از افتخار، پر از شادی و امید، پر از آمد و ناآمد است. و بهترین ایجاد ادبیات هم یا کینا همون است که همین گوینده حیات باشه. حیات حتی دنیا افسانه هم فقط شادی نیست. مثلا بچه عادی کم بزاعت یک در افسانه دختر پادشاه رو دوست می‌داره. درست. خب
او تا اون پایه ها رسیدن حتی اردوش میترسونند. تا اون پایه رسیدن چقدر سختی ها چه عذاب ها را پوچی سر کرد و چقدر چاره‌جویی ها میکردن. برای همین من ضد اون هستم که میگن که ادبیات این آداب است. آداب است نه که به معنای آداب دو دست پیش خم نه، برعکس انسان را به زندگی وامی دارد. ادبیات این مثلا آداب در تاریخ قدیمی ما آداب میدانداری بود، آداب نبرد بود. یعنی آنهایی که با حمایت وطن وای میشدن همون ترتیب شمشیر زنی، حمایت کردن، دفاع کردن، طرز چوب زنی، طرز حرب آموختنشون همیشه آداب میگفتن. برای همیشه کلمه آداب یعنی ترتیب است و خود همین زندگی هم گرد اگر اصلا کمک به ترتیب است. برای چی زندگی؟ برای که سر میخیزد این کار اون کار ماشین سر میشد کار میرد میبینم، ولی که ایجاد چون میکنه؟ ایجاد یک پارچه همین زندگی به ترتیب میکشه. یک پارچه به ترتیب باشه میگیرد میکشه تاثیر میکند و زندگی گویا پر از خرج و مرج و افتخیزر کو پر از چه میدموجه یک معنی پیدا میکنه. ببینید اثر معنی یک پرمضمون تماشا میکنید فیلم با یک ساعت دو ساعت در فکر همون میرید که چقدر زیبا بود، چقدر پر اثر بود، چقدر پر از آمد بود، چقدر پر از ناامد بود. یعنی او حکمت زیستن هم میآموزند. ایجاد حکمت زنده بودن و حکمت زیستن و حکمت زندگی دوام دادن و بزرگترین درس همین ما درس میخونیم در همه جا دانشگاه و مکتب، که بزرگترین درس زیستن است، درس زندگی کرده توانستن است در همه گونه زندگی. همین ایجاد همین خیلی درس میآموزه. خیلی البته این آفریدنش کار درست آسان نیست. افسانه زندگی رو که وقتی نوشتید، یعنی این قصه از قصه های افسانه های بیبی شما بود که این اثر رو نوشته؟ سال 80 90 بسیار در مسکو دعوت میکنن، از اونجا ما دعوت میکنم خود یک کتاب با وجود برن برای مکتب های آخر میانه، آموزشگاه ها، آموزشگاه طبی، دانشگاه ها، اویلا دل سیمینه منابع. بعد منم دعوت کردم. عجیب که من در اونجا درباره همین چیزا نقل میکردم، اونا خیلی معقول میشد. وقتی که من نوشتم همون کتاب برآمد، برای 8 بار برآمد در روسیه. اتیکا استتیکا سیمین و جیزنی بله درست است. برای مکتب همون کتاب درسی یکی از همون پارچه عظیمش یک تاجیک به داخل داشت. خوشبختانه کس من بودم. من خواستم یک بار همین فرمولوفکای اویلا با وجود برم، مثل اون که ما میدونیم که آب H2O فرمولوفکای اویلا چه با وجود آوردم ممکن همون تاثیر هرچی که از بیبی هم مادرم افسانه بود و مونده خواست یک چیزی مثل افسانه زیبا باشه. من برام شده آفریدم اما افسانه زندگی فیلمی که در کینو فستیوال شویسار جایزه عظیم گرفت و جای دیگر برایش بیشتر برای همین زیبایی فیلم و موضوع فیلم. کاش سنگ به سری من میزد، تو رو در این حال نمیدیدم. دیوانه نشو، کسی که مرد برایش تابوت میآورند، دیگر چه هم میآوردند؟ ایسته! عمر آرام شو. قفا برده به جاش گذارید برید. مانع نشو به کاری که کردن لازم.
و جایش گذاره برید. او کدام مرده رو نگروندن؟ او غیر گروندن دیگه اینو کم نیست. فرق ندارد مردن یا زیستن. زنده کردن مردگان ممکن است اگر احیا بخش به این سخت مایل داشته باشد. زنده کردن ممکن است با گیاهای کوهستان. پس در این قادقخانه پیش از من کسی تلاش داشته برای مرده رو زنده کردن؟ شاید. و بزرگی کینو همین است که به افسانه بسیار نزدیک است. یعنی در حقیقت زندگی فیلم نیست. مقصد اساسی ایجاد امید بخشیدن است. یعنی گفتن نکن که این زندگی به ترتیب دارد، به نظام دارد، خود خود به یک جا میرسد. مثل افسانه خود خود باز میون صد بلا از میون دیو و اژدها رو از میون طوفان ها میگذارن خود خود میرسن به مراد بخشیده شدن. درست است. و خود همین روی زیستن آمد، روی زندگی هم آمدن برای به یک مراد و مقصد رسیدن است. نباشه برای چی آدم زندگی میکند؟ تلاش میکند، میافتد، میخیزد که یک مراد و مقصد به البته برسد. و همین کینو ادبیات هم با مراد و مقصدهای عظیم هدایت میکنند. مردم میگن که تو اگر مقصد بزرگ داشته باشی تلاش بزرگ به وجود میارد. مثلا شما میخواید یک قله عظیمتر فتح کنید، در وقتی که قله عظیم فتح کردن میخواید اون وقت آمادگی زیادتر میگیرید و کوشش میکنید عزمتون عظیمتر شود. یعنی مقصدهای بزرگ، مقصدهای عظیم، تلاش‌های عظیم وجود برای مثلا هر کشور دست پیش مقصدهای بزرگ میگذارد. یک انسان در مقصد میگه من فلان پایه به میرسم. اگر نرسیدم پس او تلاش کردن خودش الکی او رو از نو زنده میکنه، از نو او رو بیدار میکنه، او رو قوی میکنه. لیکن خداوند همین خصلتی دارد که اون کسی ناامید نمیکنه. درست است. پس یک کار رفتید اخیر کم یا زیاد با کفتون یک چیزی که میشه، یک امیده که یک آماده که موفقیت بعد همون شاید قله‌های بلند به آدم میرسد میگوید که من چرا در اینجا آمدم، چرا اینقدر بلندی برو آمدم، دیگران شاید خوبن که من از تلاش نکردم، من احمق بودم. بعد همین تکه میکند اوف میگه به یک چیز رو خود در میکند، میدونه که او بلندی برسد مثل این قله خودش بلند شده و از اون بلندی زندگی بلندتر میبینه. اون بلندی زندگی بلندتر میبینه. از اون بلندی ایش میکند که قدرت و توانش استفاده برده قدرت بزرگی دارد. انا ایجادم به همین تقسیم میکنم. میدونم که تو به من عمر دوباره بخشیده. شاید در روی زمین یگان مرد به عروسی خودش این مقدار نکرده است. ولی برای تو رو از سر نو زنده کردن من جوانی خود را برباد دادم. اکنون کی به من عمر دیگری می بخشد که جوانی خودم را هم برگردانم؟ ببخش مرا خداوندی بخشنده و مهربان، ببخش. کاری را کردم که نباید میکردمش. ببخشا منی آسی رو. و یک سناریوی شما که فیلم بهترین شده است و تا امروز تماشا میکنیم هیچ وقت دل بزن نمیشود، یعنی فیلم قدر دوست است. درست است؟ وارنت روسیه دروزه نیپریدایوت. بله. و این سناریو یک پروژه ام زندگی من که هر روز میدیدم. یعنی ایجادگر همیشه هر کس یک چیز ترجمه که در آب یا که در آینه ایجادگر درون ایجاداتش ترجمه میکنه. ما نزدیک خانه‌مون همین خیلی شهر کلام میکردن، یک جا ویرون کردن، باید که همون جایی که ما اجاره‌شین بودیم سالهای دانشجویی یک جا باید همون خانم نه که از چی باعث همون سال نساختن، سال دیگر هم اون وقت اونجا با یک موسفید یک اسب ایتا کردن می آورد و یک روز همون اسب رو بسیار بچه ها گردش بازی میکردن و زنده بود مثل زوپارک و مانند که بعضی کسا نمیفورید و یک میلزو هر خواستن خوب باشن و همون
اسب گرفته بردن خود آوازش گویا موسفید اسب با کشخانه گویا که موسفید فهمده است مانند اینو هرچند که آوازها دروغ و راست بود لیکن اسب زنده بود برای من و موسفیدم. سلام علیکم. و علیکم السلام. انا اکنون با اسب باید مشغول شد. ندید اگر پول ما رو باز سوار میکنی لیکن من همگی 5 تین دارم و خلاص دیگر ندارم. در داخل شهر یعنی یک پارچه اسب که یک زنده یک برای هم بچه ها هم مردم مثل اون که در اینجا لاله ها زنده اینا هم تو نواختن زنده هم بازی میکنن با همه شکوه هست شهامت هست با همه زیبایی ها هست. انا بعد من نوشتم در اینجا نشر کردم هراس کردم در صدوشهر لیکن همون سال اولین شیزی کینوماتوگرافی جوان شوروی بود که تمام مملکت‌های شوروی جهان هم اشتراک کرده بودن 50-60% دنیا. در همونجا رفتم که من رو میکوبم من گمان کردم عبدالحمید صمد با من بودم من گمان کردم بسیار کار خطا کردم برای اینکه من از شما نپرسید از من اتفاق اینجا گرفتم فرستادم گفتم پیغام محکمه کنم من هیجان گفتم برام من گفتم طرز تلفظی من خوب نیست بعد که از همون نشریات ملده گورده لیو ایلیچ یک کس بود گرفت خوند دیدم تمام میزال خاموش خودش بسیار نبود 20 چند صفحه قریب 30 صفحه او را از همونجا با پیشگفتار 8 نویسنده بزرگترین اون وقتی شوروی راسپوتین استافیف باکلانوف و مانند اینا چاپ کردن دیرکتور چاپ کردن اول محکمه به خود اثر بعد 4 ماهش بعد در تاجیکستان چاپ شدن آن وقت در مسکو از بس که چاپ شدگی بود باریس کیمیاگروف اون یک سرور و یک راهبلد کینوی تاجیک رئیس اتفاق سینماگر تاجیک بودن با مسکو استراحت می‌میرن هر روز میگن موضوعش زمانه‌ای نیست بعد یک رفیقشون روز دیگهش میاد میگه بریا باریس میگفتن بریا تیش سوریمه تема من تاجیک نوشتگی انا بعد من گفتم یافتم وقتی که من یافتم من در نورک کار میکنم برکت کمال خمسالی شور بیتونریز بعد مرا آوردم گفتم ما بعد 3 روز تو رو با ژورنال میفرستونیم یعنی با استراحتگاه اتفاق سینماگران در پریبالتیکا ما حیران و همین توفیل من بسیار نگاه کرد بعد خیلی بیرون بردم یک توفیل خیلی که یک کلمه آمدیم من پوچیم پوشیدم توفیل کنه من پدر که همکتی میروی چی با توفیل میاره پایزار کنه بود من در کارگر وای بودم بیتون توفیل بیتون ریزی بود الان خیلی من رفتم همون چیزا نوشتم بعد در یگانه فیلمنامه بود که در کینو آلماناخی سیناری چاپ شد هر سال از 650-700 فیلمنامه که می‌نوشتن 5-6 هفته همونجا جمع شد بار اول تاجیک همونجا چاپ شد او کینو شد آب میخواهی حاضر عزیزم آبت میدیم حاضر بنوش عزیزم گوش کن اسب رو میفهمد خیر چی؟ یگان وقت در سیرک بودی دیده ای که اسب ها با کدام شیوه میرقصند آنها مختند مختن مشقیند در آنجا با آنها گپ نمیزنند همچین شب میکنند
вақте ки бо қамчинки заданд дарҳо мефаҳмад ки чӣ кор кунанд. маҳзун машав азизам. то одаме ки якҷояем чизе моро таҳдид намекунад. ин мӯйсафед девона аст. ту боши аҳмақ. филм дар рига дар кинофестивал ҷоиза гирифт, диплом гирифт. баъд кинофестивали халқӣ буд вақте дар замони шӯравӣ ки ҳар як ҷо мешуд, унҷам қаҳрамонаш ҷоиза гирифт. баъд вобаста ба ҳамин киноченара маро даъват карданд ба мактаби олии кинематографистӣ. лекин аслан ин ченара намешуд, ин филмнома намешуд агар устоласи он кас дунёи калонтара медонистанд. гуфтанд мо бояд ҳамхел кунем ки на танҳо барои тоҷикистон, балки барои азимтар нависем, барои азимтар эҷод кунем. ту натарси нависанд ки чиз нағз деру зуд роҳи худаша меёбад. ва ман баъд ҳам боваре ҳосил кардам ки ҳарчанд чизи нағза мумкин қабул мекунанд, намекунанд, дар вақта мефаҳманд, лекин чизи хуба деру зуд қатъ мекунанд. дуруст аст. чӣ хел ки одами нағза деру зуд азиз мешавад, мефаҳмад. ҳамин хел ҳамин филм ба вуҷуд омад. ман намедонистам ки синамогар мешавам, ман намедонистам кинематографист мешавам, ман намедонистам ки ҳатто 6 филма худам режиссёр мешавам. باز یک فیلم موفق شما یعنی مردی متعلق دو زن است، یعنی این سناریو نیز از حیات است؟ بله، او واقعی روی داده است که من سالهای دانشجویی به خانه‌مان رفتم. وقتی یک دانشجوی بود دیگه شودی بی هم تو بود، همه خبرگری می اومدن، نماینده ما میخوندن. بعد شب اپام همراه شوهرشون اومدن که فرزندشون آورده بودن. من روز دیگه رفتم خواستم که ببینم زنها اومدن، مادر اشاره کردن برای تو اومدن و من در پیشکه علوب انگیش میانداختم و میانداختم که اون زنها گفتن که و ببین زن داشته است، با کش معشوقه داشته است، با عجینه شوکه است، وایش هم تلکه و مرده شکست نگرفته است. همین بیچاره زنک با او رو درباره کسی قصه میکردن؟ قبول کرده است. همین واقعه بود. وقتی که من مسکو در مکتب عالی کینماتوگراف میخواستم یک فیلم نامه نوشتم با نام پیریوال عقبه، یعنی عقبه زندگی. لیکن کمی استحصاله بود، ناگاه حس کردم که او موافق دلم نیست. هرچند که با من با او پنج موندم و من خواستم همین چیز رو با فیلم نامه بدارم. او علاقه در مجله رابطنیسا 4,968,000 نسخه چاپ میشد، چاپ شدگی بود. یعنی این کار دیپلمی شما بود؟ بله، کار دیپلمی بود و اما حیران شدن که من ملودراما نه
балки битавай драма навиштам. Яъне як чизе ки саропо худи зиндагӣ аст. Дар ин як гуна филме буд ки қаҳрамони манфӣ надошт. Ман ҳамеша бачаҳои ҳамкурсам мегуфтанд, худи ман шуба будам ки чӣ хел қабул мешуда бошад. Вале ӯ ҳамин хел шуд ки беҳтарин филмномаи курс эълон кардам. Вақте инҷо омадем гуфтанд яке аз образҳо бояд сиёҳ кунӣ. Ки аст сиёҳ кунам? Хайрия, Зайнаба ва зан ҳамчун зан ҳақ аст ки шавҳараш аст. Яко он зани дигарам аз ҷиҳати худ ҳақ аст. Ӯ мехоҳад палош марде бошад. Замони баъди ҷанг ҳама чиз намерасад, мард кам аст. ӯ мехоҳад модар бошад ва ишқ дорад, ошиқӣ дорад. Ана яъне ман мехостам ба худи зиндагӣ монанд бошам ва худи занон ба зиндагии занои худам монанд бошам. Он шӯхиҳои баъзан бепӯскандае мекунам, механдам, шӯхиҳои хоси занона ки ба худашон мезебад. он тарзи лафзашон, тарзи гуфторашон, тарзи муҳокимаронешон. قشلاق همسایه جمع می شوند. انا یک توی شوه، یک تماشا شوه کی فهمیدین؟ با مردکی بسیار بینیم سر مفر نگرده. ای خوبت تو مباسای خای زنکایی که کودک دارن امروز جواب بروان کارای خونه شون نکنن تا که پگه به پروا تماشا بیاید. سلامت باشید. وقتی گونو در روی کوپروک باریک که بالای دریا است، این дарёи зиндагӣ аст. Рӯпарӯ меоянд ҳарчун дост қайчӣ ва корда тез кор омадан бояд дигар зада чок бикунанд ду душман. Лекин он зани ки аллакай зани дигар шавари ӯ ба соҳиб шудааст, ӯ мекунад ки бигзар. Барои чӣ бигзар мегӯяд? Барое ки дар батни ин зан фарзандам мебинад. ӯ ба фарзанд бигзор фарзанд мард аз они мард ход дар шиками зани дигар аст, ӯ кор зада наметавонад. Бигзарин ин бузургтарин гузашти ва аст. هنرمندان خیلی خوب انتخاب شدن همونطور نه؟ هر یک یعنی با مقرمون خود خیلی موافق آمده است. بله حتی وقتی که اون رانوزو کرد و اون ابرازی کندوش بازی میکرد زنی دیگرم من میگفت که من
چندین فیلم بازی کردم 20 چند فیلم بازی کردم در اینجا با خودم زن اسم میکنم من هرچند که فرزند تولد نکردم حتی درد فرزند تولد چه اسم کردم و مانند اینو یعنی او با زندگی بسیار مانند بود برامش زندگی رو قبول کردم و او همراه مروارید قاسم و همراه دکتر بشیری با این فیلم تمام امریکا ایالات متحده آمریکا هستند دکتر بشیری ترجمه میکرد و مروارید به بسیار ویا برد حتی یک وای فرانسه به یک جمع آمدی فقط ایجادکارای زنای ایجادکار دنیا بود با این فیلم شروع شد و از من میدونه چه مختصر گوش است با میمونه میبینن که تماشا کردیم من میگم با چی تماشا کردی در سفر 10 بار دیده میگم هر دفعه برای خودم او زنو میگه هر دفعه برای خودم چیزی که پیدا میکنیم که درست است یعنی فیلم شاید خوبیش همین که کهنه نشد برای که درد آدمی شادی آدمی عشق آدمی خیانت آدمی آمد آدمی کهنه شوی نداره این قدیم بود همیشه با نسل آینده هم تکرار میشه امیدو تو مرا ایدافم پیش میکنی ها من گناهکارم یکی گناه نداره ای کودک بیگناهی مایلش من میرم لیکن تو فقط تو میتونی او را نجات بدی زینب التجا میکنم زاری و تولا میکنم کودکوی ما بیوتا نمردیان دختری تا بیوچه نمیمره اینا مرد اوچه بسیاری فیلمنامه‌هایی که شما یعنی نوشته علاقه فیلم شدن صاحب جایزه‌ها نیز گردیدن در یعنی بیرون از کشور نیست و همین فیلم نیز صاحب 2-3 جایزه شده است این هم اون فیلمی افسانه زندگی هم صاحب چند جایزه شد به نزدیک این فیلم شد یک بار 4 جایزه گرفت و مانند اینا هرچند که برای من جایزه مهمتری همین که یک چیز نوشتم و مردم پسند افتاد هرچی که اگر پسند مردم افتاد البته و جایزه اول است و جایزه دیگر هم می آورد خودش چی کار؟ ما کو با شما نوشتیم که این ویرانه و اسب را از اینجا بردارید چه ها میگویید؟ با کی خلال میرساند؟ دخترچه هم گفت که با اسب سوار شده است و خیلی خرسند اگر که او میافتاد چی؟ خانوم برو نبرید بابا که برگشت تنها چیکار میکنه؟ مامک جون برو نبرید ما به او چیکار میکنه مامک جون چی اینها را گوش میکنید؟ خانوم چند بار شکایت کردن ممکن احتیاط شوید دوای شما را هم میخورد آرام شوید شما زیاده از 80 یعنی زیاده از 80-86 کتاب نوشتید ولی مهم نیست شما را کتاب نوشتن ولی مهم آن است که آنها به 4-5 زبان یعنی ترجمه شدن بله اونا به 42 زبان ترجمه شدن خودم نمیدانم برای چی ولی هر دفعه که ترجمه میشم خودم یک قدو بر بالاتر اسم میکنم که یک تاجیکه که یک کشور کوچک اثرش در کشور دیگر چوب میشود اونا از سرگذشت ما با خبر میشوند یعنی از عرف و عادت ما با خبر عرف و عادت ما میدونن که در دنیا خیلی خلق زیسته است اونا از ما کمی نداشتن آرزوهای خودشون دارن امیدهای خودشون دارن در این آرزوها گاه قربان میشن گاه افتخیز میکنن با آرزوها میرسن و در روی تلاش کردن عمر انا ببین ما کمانهای ما رو با زمین میگذاریم ما با یگان مقصدی بعد به نزد تو نآمده ایم
اینها آدم ما بریم. همین آدمان بودم که 2 مراتب آمده میخواستن تو را زیر خاک کنند. اگر دفع اون به این مقصد آمده باشند میسرشان نمیگردد. آخر من زنده رو آدمان زیر خاک نمیکنند. باز یک فیلم دیگر شما وقتی بالای شهر بارون میبارید است. وقتی که ما در مسکن میخواستیم گفتم یک سینوپس نوشتم، یعنی یک فیلم آینده در یک 2-3 جمله. وقتی من نوشتم میتا اون که رئیسور و مؤلف فیلم اکیپاژ، اون فیلم بسیار مشهور بود، گفت گنیال نشد. لیکن برای نوشتن من خیلی عذاب کشیدم. من 20 بار 25 بار بالاش کار کردم. برای اینکه یگون چیز مثلا دو کس انتظار زن و شوهر هستن، لیکن زن و شوهر در بدون شهر با هم عشق ورزی دارن. گم میکنن که اینا تمامشون عجایب باشن. لیکن همین خیلی میشه که اینا شکست میخورن. اونایی که در اینجا شکست خورده هستن اینا غالب میآیند. بله. اینا ساختن بسیار دشوار بود. ما خواستیم یک فیلم سازیم که بازگوی حیات امروزه باشد. در درونش حیات شهر، مردم امروزه باشد. منیژه نعمت، تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنم و چیز دیگر از تو نمیپرسم و اجازت هم نمیدیم که تو خیر، این دفعه در آمدی میلت، لیکن دفعه دیگر به اجازت تو حق و حقوق نداری به نزد من اینجا درایی. میدانی برای چی؟ برای اینکه وی اکنون به مردی دیگر تعلق دارد. و اکنون پره از آن من شد. اکنون از این چی فایده؟ شاید هر یک ایجاد کرده شما، هر یک سناریوی شما، هر یک اثر شما شاید که کمی از زندگی شما داشته باشد، ولی تا حال ندیدم فیلمی که کلا از زندگی شما گرفته باشد. زیرا میگن هر کس چیزی می نویسد در دل خود را شاید می نویسد. تشکر. یک کتاب نوشتم با نام عشق آسان و مشکی. این کتاب خیلی مشهور شد. من میگم درباره چیز نیست، درباره تو نیست. برای اینکه هرچی که در من بود این زندگی بود. من اون با تخیلات‌های بدیعی آمیختم و اصلا ایجادگر هرچی درکش تجسم می‌یابد. مثلا کس در دنیا آینه خودش در دنیا آب می‌بیند که در این مورد ساخته‌اش می‌بیند. ایجادگر در ایجاد تجسم می‌یابد. هرچند که در اونجا من نیستم، لیکن من هستم. اما خیلی یک جزئی من است. در مرز متحد هستم. زنم یک جزئی من است. رسولم یک جزئی من است. اون بچه‌چه یک جزئی من است. همیشه برای اینکه тавлидкардаи من هستم. در افسانه زندگی هم امیدوارای من است، شکست‌های عشقی من است، افتخارهای عشقی من است. باز فهمیش و نافهمیش، من فهمیدن و نفهمیدن، لیکن وظیفه ایجادگر امید بخشیدن است. منیژه، شما می توانید در اینجا مانید. اگر صاحب خانه میگی اجنه تا پگاه ماندنمون ممکن. شما می توانید اینجا در اجاره خانه من باشید. خودی من می توانم خلال نرسانم و روم. با کجا؟ اینش کاری من. یک شب رو در یگان جا روز کردن به من دشواری نداره. اما تو باید در خانه گرم باشی، میفهمی؟ بین چه خیلی میسوزد. دختر چند شما رو انتظار. ما آن قولای بلنده که میخواستید انما قولای بلند رو فتح کنید امروز فتح کردید یا نه؟
ولی من نمیگم که در من بعضی قلا رو فتح نکردم دیگه هنوز قلای فتح میکردم نرسیدم اجازه کردم که یک قلا فتح میکنه بو دیگرش پس قله دیگر شد او یک جزیره در دونی اوکنی از این فتح میکنه او جزیره همون چیز داره لیکن میتونه ایجاد کنه آرام نمیشه اینا برای دیگران میموند با کتابشو اصلا خودش شب با دریای بالایی که نهنگ داره اکولا دارد بدارد برای فتح جزیره های دیگر باز فتح باید دیگر است و اگر ایجادگری که یک قله فتح کرد و ایش کرد او مرگ وش او سکوتی وش او کرختی وش بنابراین هرچند که قله بودن هنوز در یاد قله های عظیمتری دیگر هرچند میدونم که همه قله یک از فتح کردم ممکن من این قله حاضر رو فتح کرده تونستم میتونم یا نمیتونم لیکن مهمش من عزمم که هم قله سوی قله رفتنم حتی کوهنورد در قله در فتح قله بمرد اینم قرار بوده درست است و شما چند قله‌ای که فتح کردید نمون قله ها رو فتح کردن کاری آسان بود یا مشکل؟ ادکتاش پای ورا میکرد پر از آبچک میگن آبچک مغزر دست مثلا انسانیت همیشه برای کار 8 ساعته در دنیا برزه بود که آره کار 8 ساعته لیکن میتونی چی مردم من کوشش میکنم 10 ساعت 15 ساعت 16 ساعت کار کنم هیچ کس من رو مجبور نمیکنه برای ایجاد برای که من میدونم در سر من رسالت عظیمتر خداوند مونده است من ممکن است سرای من کوچکند خوردن کلمه ایجادکار هستم اما دیگر خوب است من بیداری میکشم قهوه میوشم 3-4 بار که هرچند که تپش دل نمره مفزون میشه سر میخیزه چشمو از خواب سر شدگی نه اما خصوصا خوب شهر بسیار شیرین است که میخواد یک لحظه دیگر خود رفتید یک لحظه دیگر گوش شیرین باشه یک کشمه که خیزید که شاید روی ورق یک آب زد یک پرچه که زیبا مثل خوب شیرین سر چیز شیرین برد که یک کس ضرور باشه یک افسانه بود و نبود است تو برای این جوان شده مرا کشتنی بودی تو برای این جوان شده مرا نیست کردن خواستی هر دویتون به یکدیگر مانندید هر دویتون به همدیگر موافق هستید اما فراموش نکن که آن جانی که در وجودت است از آنی من است آن کاری که من کردم نباید میکردم وطن برایتان خیلی عزیز است و مقدس است که اگر خطا نکنم به شما دعوت‌های زیاد بود و شما وطن رو ترک نگفتید شاه سلیمان یک بلبل داشته در قفس طلایی و اون سرودش گوش میکنه در دونش یک غوصه است میگه در اینجا که همون چیز هست در این کوشک عظیم در قصر بعد میگن چی حسرت از دلش بعد یک دونش میگه که رو رها کنین ممکن فهمین بعد رها میکنه از دنبالگیری میکنه میرن که در سر یک خاره که و گل از صدبرگ میشند و سرود میخونند که در دونش غمی نیست هرچند که کوشک نیست هرچند که چی قفس طلایی نیست الان وطن با وجود اون که وطن در کجا است در اینجا است در قطعه آسیا است افریقا است اروپا است در کجا است او وطن است بله درست است او را خداوند ما در همون جا آفریده است خداوند میده برای چه با اونجا ما آفریده است یعنی برای اون که با اونجا سزاوار بودی همونجا برای تو باید عزیز باشد هرچند که از او کنده میشی با او یک جای میشی این کشور ما تاجیکستان نه و با واسطه به اون که کوچک از عظیم است در کوچکش یک تاریخ بزرگی قدیم ما گنجانده است پس این نه تنها این کشور از این روی گشتگان است این امید آیندگان است ما باید این برای روی شادی روی گشتگان برای زندگی امروزان و برای آیندگان حفظ کنیم اگر اون چیزی که از دست همان آید سرود خونیم حتی همون بلبلک برای اینکه
برای وطن شما سرود خوانتونیست. ما ایجادکارمون شدیم سرودمون، فیلممون، کتابمون، یک ترانمون. یک قصر میسازیم، یک بینای میسازیم.